سلام طول ادب. سلام جیگرم، سلام کاکام، حسبی الله بانیتر. شنیده بودم ذکر خدا از لبتون مرد نمیافته، درسته پس؟ مردم به من لطف دارن کاکا، جونم دستور بده. جناب عالی مقداری پولی منقول گیر اومده. خب من بابه پول 20 سال زلالت کشیدم. خب فقط 200 میلیون به سال خورد کردم. من نفهمیدم کاکا شغل چیه، شما چیکاره هستی؟ شغلی ندارم. خب ولی علاوه برادر خانمم 100 میلیون بلاعوض کمکم کرد. بابته؟ گفته بره همیشه پات از زندگی خواهرم بکش عقب. خب به سلامتی. سلامت باشی. مال بس. خب تو همین رنج یه تانکر آب باشی بره آمود پیدا میکنی که خب. آمود کل فشار میخواه بره اصل رو بره کار. قربون آمو برم. تا اینکه راه پاشه که کل فشار بخواه بره اصلو زیر 3 میلیارد پولش نیست، درست. خودت هم میدونی. بله. ولی امروز من به خاطری که خادم خدا هستم و مردم با 100 میلیون یا آبپاش مامانی برات پیدا بکنم که حالشه ببری. 3 روز دیگه زنگام بزن. غلامم. برو دست خدا. خیلی زحمت کشتی حاجی. چیکار کردیم همون کمال؟ فرمون بردیم. فقط اسم میکنم 3-4 تا لاسی کرس داره، درست میگم؟ وای عمو کمال دلت چک نگیر جونو من. این ناموس چه پولتم ضعیف بود. ساخت کجا هست؟ این سر جلوش کرکته. همون طرف بمبئی؟ هنده عالی مشروع. خب بگو آتیش بزنه به جلو. بچه بیار جلو ماشینه. چشماجی روشن کن موتورش عالی. خدا خونت خراب کنه، اقدر گازش نده موتور چپه کندی. خب نمیاد آجی چی کار کنم؟ هستی کاکا دستیشو بگو بخوابون. دستی نداره. بیا تو قاب زنجیر رو نگاه کن ببین زنجیرش نیفتیده. رو سرم آجی زنجیل؟ خدا نونته ببره، گاز خالی نده، رکابم کمکش بزن، رکاب بزن. رکاب ده چرا کاکا؟ کاکا نگاه کن، این پاش نازه که نمیتونه تو تنیهش داری، تو سینه کشی ها و جای سبول بود رکابم بزنی، چه عیب داره؟ هیچ عیبی نداره. بیا پایین خدا زده نگاه کن جلو تایره چی افتیده، تو نمیبینی رد نمیشه. آمو کمال معلوم نه چی کار میکنن، اصلا جلوشون نمیبینن. یه سیب جلو تایره افتیده برشته بیا جلو. چشماجی سیب ترش میشورم برات بیارم آمو کمال. کاکا جونم من کلم خرجش بالا است، برام نمیصرف سیب درشت بخورم، نمیتونم. بذار بوشوره بیاره تعارف نکن. سرم خور سیب درشت، تو فقط بگو چرا این ماشی از سیب درشت رد نمیشه. کاکا این ماشین به خاطر زیرش سرامیکه، یعنی بندازش تو اسفالت باج میگیره از جاده. تو چی بعد من نمیبری؟ بنویسمش. حالا صبر کن. این چه وضعشه؟ می باید مورد یوری کام میگیری کاکا. می معامله چنی کردی، می ناراحتی ای معاملو. کاکا جان تو مطمئنی کل فشار میتونه بره؟ ها کاکا خاطر جمع باشه، این تو جاده اسفالت باج میگیره، این دیگه یوریش نکن. بعید میدونم. بیا زشت سنی از گذشته بره یه پولا، خودت ناراحت نکن. چه ای با قند میزنی یا با کشمش؟ نبات بهترمه. کاکا خودت ناراحت نکن. چیکار کنم بنویسمش؟ دست نگهدار یه دقیقی تا حالم بیا سر جار. یه استرس شدیدی گرفتم، حالم داره بد میشه. کاکا استرس چی چیزشته؟ تو یه کار باشی ماشین ببر انگاری تازه لنج گذاشتی زمین اربا پدرم. بری کارای گمرکش به مشکل نخوریم یه وقت. نه با ما از خاطر جمع اونا با ما هست. کاکا جان من حقیقت یه خورده یعنی ماشینو چیش میزنم. بیا حالا دیگه چیش میزنم بعد چند. خوراکشون چیه اینا جیگرت برم بنزین 3 مصرف داره، اومدیم یه رکابی هم برای توش تعبیه کردیم برای سینه کشی کم و زیاده. مصرفت 1.5 هم ای رکاب بزنی میاد پایین. خب میدونم رکاب تجزیه کردی. خب من 2 دمارم دیسکش رو پرچه، تن ندارم پا بزنم. یه کمکی میگیرید یه اقدر هم حساس نشه. بنویسمش متی چند پول داشتی؟ برم دستچه که امامون بچه ها بگیرم بیام. تو می نمیگی مشکل داریم با نمی بچه ها؟ من کوکو مشتری هم نداره ما. همچی کات هم نکردیم، زیر جلکی همه میبینیم. میخوام بیایی جونو بچه تا من ندارم مشتری یا میام خب.